به شما بگم توی کشور صربستان زنان به مردها تجاوز میکنن، باور میکنید؟ تفریحات شبانه، خوشگذرونی از واجبات زندگی مردم در صربستانه. میدونید جنگ جهانی اول به دست یک جوان صربستانی بوده؟ پس با من همراه باش تا به این کشور زیبا بریم و در آخر نگاهی بندازیم به شهر شیطان که به گفته این محلی‌هاش مردم به سنگ تبدیل شدن. کشور صربستان یکی از کشورهای متمدن جنوب شرقی قاره اروپا است. اگه تا به حال به صربستان سفر نکردید و به دنبال کشوری تاریخی و با آثار باستانی و اماکن قدیمی هستین، بهترین گزینه برای شماست. اگر بار اوله که میخواین به کشور صربستان سفر کنید، بیشک مقصدتون چند روز توی بلگراد، شهری با پیشینی تاریخی 6000 ساله و دیدنیه. بلگراد پایتخت صربستانه که با شنیدن اسمش همه رو یاد تفریحات شبانه و مردم خوشگذرون میندازه. پس لایک کن، سابسکرایب هم یادت نره تا بهت بگم تو این تفریحات شبانه چی میگذره. اگه شبها به خیابون‌های بلگراد بیاین، فکر میکنید که فردا یک روز تعطیله. شب‌های بلگراد پر از شور و زندگیه. همه آماده هستن تا کل شبو به جشن و پایکوبی بپردازن و به راحتی روز بعد مشغول به کار خود میشن. نمیتوان شب‌های بلگراد رو توی خونه گذرون. تفریحات شبانه در بلگراد سفر شما رو پر از خاطره میکنه. شب‌ها در کلوب‌های بلگراد جوانان و مردم پر از انرژی جمع میشن و به رقص‌های محلی و جشن و شادی میپردازن. تعداد زیادی از توریست‌ها به دلیل همین تفریحات شبانه و خوشگذرونی‌ها به این کشور سفر میکنن. تفریحات در این مکان با نمایش رقص زنان همراهه. اینجا چه رفتارهایی به خصوص از زنان میبینید که بهش عادت ندارید. اگر خانمی رو دیدید که با پورویی به سمت میز شما میاد، تعجب نکنید. اینجا زنان مردها رو با دست و یا با حرف مورد اذیت قرار میدن. زنان اینجا بیشتر مشروب میخورن و سرمسترن. وقتی در حال خوشگذرونی و حال خوش هستین، مواظب باشین جیبتون رو نزنن. رایکاجا نوشیدنی معروف الکلیه که حدود 40 تا 70% الکل داره. رایکاجا نام سربی کرواتیه که به نوشیدنی الکلی که از تقطیر میوه‌های تخمیر شده تهیه میشه اطلاق پیدا میکنه. خلاصه اینکه موقعی خوردن این نوشیدنی حواستون باشه جیبتون توسط زنان زیبا زده نشه. برای اینکه اثر این نوشیدنی رو کم کنن، معمولا با یک لیوان آب میخورن. دوست داری به این کشور زیبا سفر کنی؟ توی کامنت ها بهم بگو. زنان صربستان اکثرا قد بلند، چشم رنگی و موبور هستن و خیلی به خودشون میرسن. صربستان یکی از کشورهایی که زیباترین زنان را داره و جالب اینه که زنان صربستان هم در جنگ شرکت میکردن و بیشترین جنگجویان زن رو در جهان داره. میدونستی بهانه جنگ جهانی اول به دست جوانی صربستانی به اسم گارویلیو پرنسیپ بوده؟ این آدم در سال 1914 ولیعهد بلژیک رو با همسرش به قتل رسونده و باعث شد آتش جنگ جهانی اول رو به پا بکنه. میدونستی تسلا هم صربستانی بوده؟ تسلا یکی از دانشمندان صربستانی بوده که دولت مردان اجازه ندادن به هدفش برسه. اون با آزمایش‌های موفقیت آمیزش میخواست برق رایگان رو به جهان بده، ولی دولت مردان به خاطر منافع خودشون هیچ وقت فرصت همچین کاری رو بهش ندادن. رسیدیم به بخش جذاب، شهر شیطان. شهر شیطان یکی از عجیب ترین پدیده‌های طبیعی در منطقه بالکانه که در جنوب صربستان قرار داره. شهر شیطان مجموعه‌ای از 200 ستون خاکی و دوکی شکله که در کنار هم قرار گرفته. دانشمندان معتقدن که شکل عجیب این ستون‌ها حاصل پدیده‌های طبیعی و دلیل دیگری نداره. اما مردم محلی یه چیز دیگه‌ای میگن. مردم محلی اونها میگن افسانه‌ای وجود داره که این افسانه میگه در زمانهای بسیار قدیم در این منطقه مردمانی بخشنده زندگی میکردن و شیطان به دنبال راهی بود تا به اونها آسیب برسونه. اون مردم رو تسخیر کرد تا اعمال خلاف قانونی رو انجام بدن. فرشته‌ها که شاهد رفتارهای شیطانی بودن از خدا درخواست کمک کردن. خدا بادهای سرد و طوفانی رو شدید رو بر این شهر نازل کرد. مردم گناهکار که در این منطقه جمع شده بودن بر اثر این طوفان‌های سرد به سنگ تبدیل شدن و به این ترتیب شهر شیطان به وجود اومد. داستان‌های شیطانی به ستون‌های سنگی ختم نمیشه و موضوعات عجیب‌تری هم توی منطقه وجود داره. دو چشمه در نزدیکی ستون‌های شیطانی وجود داره که غلظت مواد معدنی بسیار بالایی داره و به طوری که آب چشمه‌ها به رنگ قرمز درآورده شده. آب این چشمه‌ها بسیار اسیدیه. مردم محلی به دلیل رنگ سرخ آب و نزدیکی به ستون‌های شیطانی در مورد این آب شایعات و افسانه‌های زیادی ساختن و نام چشمه را به چشمه‌های شیطان و جهنم تبدیل کردن. این ویدیو رو برای دوستاتم بفرست که عاشق سفر کردن به این مکان‌های عجیب و شگفت انگیزن. این ویدیو جذاب راجع به صربستان بود. ویدیو بعدی راجع به کشوریه که از آینده اومده. قطعاً خیلی جذاب خواهد بود. پس زنگوله رو فعال کن. سابسکرایب هم یادت نره. خدا نگهدار.